ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني يحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. دما قبل الله متعال حالات زنایی که شاهد دیدار یوسف علیه السلام شدن و سخنان راعیل یا زلیخا که زن عزیز مصر است او هم به پیش بر ما ذکر شد. شما دیدی که زن عزیز مصر پس از احساس غرور و خوشحالی که عذر خود مواجه فکر کرده بود در پیش زنا امی اظهار میکنه بغیر از اینکه سر گناه خود ندامت یا پشیمانی ظاهر کنه در پیش میمانا حتی یک کمی حفظ ظاهر هم نمیکنه خدا که لا اقل ملامت نباشه بلکه به بسیار بی‌پروایی و لحن جدی به یوسف علیه السلام و برای زنا ای اظهار میکنه که من اراده پخته دارم تا که کار سر من نکنه. اما میبینیم که در این طور محیطی که مشکلات خیلی زیاد بالای یوسف علیه السلام آمده رایسته از هر طرف، یعنی حتی زنان دیگری هم ایره ملامت میکنه و فکر میکنه که یوسف علیه السلام قناعت بده و باید همی طور باشه. قاعده ایسته که در این طور مواقع انسان در کجا پناه ببره. یوسف علیه السلام درس عظیم به انسان داد. زمانی که انسان ناچار میشه دستش از اسباب ظاهری کنده میشه به یک الله خود اتکا کرده و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن. چقدر آموزنده است امی گفتار یوسف علیه السلام که در یک محیط ناسالم و مملو از گناه انسان چاره نداره به جز از اینکه در گناه واقع شود الا که الله متعال اینوی نقشه های دشمن خنثی بسازه و دشمن سری تو کامیاب نشوه. دیگر راهی برای کسی نیست. از همون خاطر انسان در همه حالات خود پناه به الله ببره و از الله متعال دعا طلب بکنه به اینکه درگیر نعوذ بالله ظالما و مفسدین نشوه. در اینجا درس دیگری که در ما قبل بر ما داده شد است که ما دیدیم که زمانی که سر یوسف علیه السلام گپا جور میشد دیگه طغیاگرا و مردمای ظالم همیشه اینمی طور است که اول طمع میده و بعد از او تهدید میکنه. اول راه خیلی ترغیب و تشویق پیش میکنه. زمانی که تو امرایش همکار نشوی باز تو را تهدید میکنه. زن عزیز مصر با امرای زنای دیگه همه ایشان اول ترغیب میدادن یوسف علیه السلام ولیکن وقتی نشد به ترغیب یوسف علیه السلام قناعت نکرد و خواسته از او را پوره نمیکرد آلی تهدید کردن. همچنان گپ دیگری که برای ما واضح میشه است ظالما و مردمای طاغی همیشه میبینند خود ملامت میدانند دایی که در مقابل مردمای حق پرست چی میکنه یا همیشه تلاش از یا است که مردمای حق پرست باید منزوی باشه در گوشه باشه در ملأ عام مردم باید ظهور نکنه. شما میبینی طاغیان و ظالما همیشه تلاش ازیر داره که مردمای دعوتگر باید در بین جامعه نباشه دستی از یارا بگیره یا لا اقل سرشان بندیز بلگانه که تو دیگه تقریر یا تبلیغ یا درس یا ترجمه نمیتونی. امی هدفشان است. شما دیدی که عزیز مصر زمانی که دید که یوسف علیه السلام هیچ نوع جرم هم نداره لیکن چون که سر و صدا خیلی زیاد شده بود و این گپ تا وقتی که اسباب سر و صدا موجود باشه و گپا بار بار تکرار میشه عزیز مصر هم یوسف علیه السلام میگه که در بندیخانه انداخته شود. عزیز مصر یک اراده داره، زلیخا یا راعیل دیگه اراده داره، یوسف علیه السلام دیگه اراده داره. عمل یکی است اما نیت‌های سه نفر با هم متفاوت است. راعیل مقصدش است که اگر در بندیخانه باشه مگاه پیروز میشون برای حاصل کردن هدف خود چرا که از دستم نروه بیخی بیرون نروه و لیکن عزیز مصر نیت و ارادهش ای بوده که از نظر مردم گپ بیفته به خاطر که اسباب اگر یوسف علیه السلام بیرون در چشم و نظر مردم بخوره این گپا دیگه هم تو میخوره چی شهرت پیدا میکنه. لیکن یوسف علیه السلام قصد و ارادهش ای بوده که من مسئول از گناه بمانم از اینکه بهتر است که در زندان باقی باشم.
یقینا که در اینطور واقعات و داستانها درسای خیلی عظیم است برای انسان که انسان مطابق نیت خود عمل میکنه، الله ثمره را مطور مرتب میکنه و در همچون مواقع خود به الله تسلیم کردن و از الله طلب دعا کردن که از همچون نقشه ها و پلان های شوم دشمن الله آدم نگاه بکنه، وگرنه دشمن ها آرام نیستن و هیچگاه اینقدر دلسوزی سری مردمای حق پرست نداره، اما الله متعال است که نقشه هایش در خاک یکسان میکنه. دیگه گپ برای ما این معلوم شد که یوسف علیه السلام دو صفت الله متعال در اینجا ذکر کرد که انه هو السمیع العلیم، یقینا الله فریاد هر کس میشنوه. پس معلوم شد که غیر از الله متعال کسی فریاد کسی را شنیده نمیتونه. این نمیسته که این توحید ربوبیت است، دلیل بالای توحید عبادت است. حاجت و مشکلات خود به او طور ذات آدم پیش بکنه که او به کی میرسه، به کسی میرسه، از پیشت خبر میگیره و آوازت میشنوه و میدانه نیت و اراده تا که تو به کدام نیت و اراده قدم گذاشته ای یا سخن گفته ای یا عمل انجام داده ای. از امو خاطر است که دی داستان درسای خیلی عظیم برای ما و شماست، خصوصا دعوتگرای حق. آلی مرحله دیگه از قصه داستان یوسف علیه السلام شروع میشه، بندی شدن یوسف علیه السلام در زندان. اما چی حوادثی در زندان پیش میشه و دو نفر یا دو شخص امرای یوسف علیه السلام هم در اتاق امرای یوسف علیه السلام هست. ما بار گپ تاکید کردم که ما و شما از دعوت عملی خیلی زیاد کار بگیریم، اتکای ما سری دعوت عملی باشه. عملا باید کسی سری ما و شما انتقاد گرفته نتانه، ما کاری را انجام بدیم که مردم بالکل قناعت کرده باشه از عمل کرده انسان. این بسیار مؤثر تمام میشه. این امو جانب مقابل یا دشمنی تا بسیار شکست فاضح میده اگر تو در اعمالت، در کردار و روشت چیزی نقطه یا خلا را پیدا نتانه. از امو خاطر دعوتگرای حق همیشه تلاش ازیر داره که پیش مردم ایج نوع عیب نداشته باشن که سرش انتقاد بگیره. عمل کرد یوسف علیه السلام در داخل زندان جلب توجه زندانیا شده. چرا؟ امرای یک کسی که در یک جای گزاره میکنی با محض یک خدمتی تو که الا آب برابر کوی، آبی وضوشه، بخیزان شده نماز یا نصیحت های خوب برش بکو، این قاعده است که مردم توجهش جلب میشه و خود به خود در چشم مردم محبوب میگردی. متکبر نمی باشی، متواضع، خیلی کمین، خدمتگار. این قاعده است که باز پیش مردم در چشم مردم بسیار شیرین میشی. این یکی از جمله راه هاست. اکثر برادرای ما که در مساجد دوچار همین مشکلات است، یا ملا یا ریش سفید قطرش خیلی زیاد تضاد داره و او را به دورت میگه. از یک تواضع خود کار بگیر، از خدمت دین همین آبروی خود به خاطر دعوت دین الله متعال قربان کنه. انشاءالله او خود به خود تاثیری به سزای داره، اما مردم خود ملامت میشه. ما میبینیم که یوسف علیه السلام چطور جلب توجه زندانیا را طرف خود کرده که وقتی دو زندانی خواب میبینه، در زندان خود بسیار مردم است اما او مراجعه به یوسف علیه السلام میکنه. چرا؟ حالت یا عمل کرد یوسف علیه السلام، خیرخواهی و خوبی یوسف علیه السلام برشان واضح شده. خواب انسان همیشه چون مشهور شده که به دوست بگو که تعبیری خوب بکنه و تعبیری درست بکنه. از امو خاطر امو دو زندانی دیگه کس پیدا نمیکنه دلسوز غیر از یوسف علیه السلام، چنانچه از کلماتشان همی گپ میگه. ببینیم نظام الله متعال چی رقم است، چه قسم یوسف علیه السلام در اریکی قدرت برسه و خصوصا در یک وقتی که خیلی نیاز و ضرورت برای انتظام مالیات است، انتظام مواد ارتزاقی است، چطور یک شخصی باید سری از او حاکمیت پیدا بکنه و به دست از او برسه. نظام الله نمی رقم است که اسباب مهیا می سازه و آن چیزی را که الله خواسته از یک شخص او شخص در اون مقام می رسانه، اما با اسباب و وسایل خیلی که در نظری کسی نمیه. اما طور اسباب و وسایل بندی شدن یوسف علیه السلام بعد از اینکه یک جرم نداره اما در اونجا رفتنش سبب و وسیله به شناخت و معرفت پاچا میشه که پاچا باید یوسف علیه السلام قدر و منزلتش بدانه. این گپاست. بس اوقات موحدین و علمای حق پرست مردم از پیشش خبر نمی باشه، همین دشمن میگیره او را خیلی شهرت میده، او را دیگه چی در نظر مردم چی معرفی میکنه، یا خونیتی غلط کرده میباشن بدوره دیزیره میگه. لیکن بس مردم عقلمند و هوشمند هستن که میگن چرا در مقابل یه آدم قدر سنگری قوی گرفته شده، حتما در اینجا کدام قوتی وجود داره. ما براتانی واقعه را بیان کرده بودم که یک آلمانی وقتی در کلیسا کار میکرد
خیلی زیاد دیگه پدرش و مادرش از جمله مردمای خیلی پیشرفته کلیسا بود. یا از اون خاطر در اونجا داخل خدمت بود که به کلیسا خدمت بکنه. اما در کلیسا بجز از تبلیغات علیه اسلام دیگه هیچ چیز موجود نبود. در ذهنش گشته بود که چرا اسلام قدر، اسلام چقدر چی است که قدر در مقابلش چیست گفت و شنید میشه. در ذهن خود درک کرد که حتما یک سنگر قوی است، چرا که تا سنگر قوی نباشه انداخت سرش زیاد نمیشه. سنگر ضعیف هر کس زود میگیره، تسلط سرش حاصل میکنه، مغلوب میسازه. از همون خاطر مطالعه اسلام شروع کرد، تا ای که یک کمی مطالعه کرد حقیقت اسلام کم کم پی برد، تا ای که الله متعال با ایمان نصیبش کرده. حالی هم مردمای عقلمند و هوشمند زمانی که میبینه که علیه یک عالم حق پرست زیاد گفتگوی مردم زیاد میشه، لااقل در دلش میگه که تو باش یک دفعه سخن زیرا بشنوم، یک دفعه خودش ببینم. اینی باعث چی میشه؟ هدایت مردم میشه. یعنی الله متعال میخواه یک بنده که یقینا نیت و اخلاص صحیح داشته باشه، از راه دشمن ایره شهرت بده، از راه دشمن مردم قطعش آشنا بسازه. دشمنای دین در طول تاریخ نمی کارا را کرده، لیکن الله متعال او را سبب و ذریعه شهرت و دعوتش گشتانده. یوسف علیه السلام زندان میره، زندان بهترین موقع چی است؟ دعوت است. دیگه کار روزگاری گپا نمی باشه، دل آدم تنگ می باشه. وقتی برش گپای دین گفته میشه آنقدر تمایل پیدا میکنه که هیچ پرسان نکو. مردمای قمارباز و دزدی که در زندان رفته، وقتی که زندانش طولانی شده الحمدلله باز میبینی به شرطی که در زندان علما باشه. در زمان سابق علما موجود نبود، از خاطر زندانیا مفسدترین مردم از زندان پس خارج میشد. آلی اکثر در زندان علما قرار داره. شما وقتی میبینی که از زندان نفر خلاص میشه، از اینجا امیسته، وقتی که پس میاد دستاربندی میکنه عالم جور شده میباشه. چرا که زندان بهترین موقع دعوت است که دعوت توحید الله متعال قطعا فراموش نشده نیست. هیچ گاه غفلت از پیشش نمیشه. اگر در هر جای هستی دعوت توحید باید بدی. امی مرحله شروع میشه، میایه بر ما و شما گپا. و دخل معه السجن فتیان، داخل شد امرای یوسف علیه السلام در بندیخانه در زندان فتیان دو جوان داخل شد. یکیش نانوایی بوده و یکیش هم جوس جور کدرایی بود برای پاچا. لیکن تصمیم گرفته بود که پاچا را کودتا کنه، زهر انداخته بود در نان، اما معلوم نبود که کدامش مجرم است. از او خاطر 2 نفر متهم بود، در زندان انداخته شده بود. اینجا 3 نفر یوسف علیه السلام و 2 نفر است. برای ما واضح میشه از این آیت که همیشه زندانیا 3 قسم مردم است. یکی زندانی و کسی می باشه که بالکل بری و پاک می باشه اما بندیسته. امیالی زندانای چی ممالکی که خود به نام اسلام میگیره، میبینه که پر است از اون مردمایی که یقینا دلسوزترین مردمای دین و وطن می باشه، اما در زندان زمان سپری میکنه، هیچ نوع جرم نداره، جرمش فقط اسلام است. یک، به خاطر اسلام خدمت کردن می باشه. دوم، امو چی زندانی و بندی می باشه که یقینا مجرم است. مثلی که در اینجا نانوای زهر دنان انداخته بود، اینمی آدم چی بود؟ گناهکاری واقعی بود. و 3 نفر متهم به جرم است که یقینا تهمت سرش است اما جرم نداره. اون 3 نفر که جوس جور کردنی بود، این او 3 نفر بود. پس در زندان 3 قسم مردم موجود می باشه. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، خواب میبینه و خواب خود پیش یوسف علیه السلام قصه میکنه. چرا؟ در بین زندان، در بین این قدر مردم، یگانه شخصی که خیلی دلسوز، مشفق و خیلی آدمی متواضع و خدمتگار معلوم میشه یوسف علیه السلام است. اگر تو بخوایی که محبوب مردم بگردی، در چشم مردم شیرین شوی، همیشه تکبر از خود قطعا دور کنه، متکبر نباشه. همه صفت تکبر امو صفتی است که ابلیس کرده و سبب لعنت الله متعال قرار گرفته. آدم متکبر علم حاصل کرده نمیتونه. آدم متکبر در نظر مردم قطعا تلخ است، هیچ کسی او را خوش نداره. از همون خاطر از تواضع و خدمتگزاری انسان در هر جای مسافر شوی در یک جای، تو برو از تواضع و خدمتگزاریت کار بگی، باز میبینی که مردم چی طور تو را میشناسه و چه قدر احترامت داره. چی در سفر، چی در موتر، در هر جای. در موتر اگر یک آدمی کلان میه، محض یک چوکی را برش اعلام میکنی، دمو نظر اونمو آدم تو بسیار شیرین و محبوب معلوم میشی، قدرت میکنه، عزت میکنه و بشینه یا نشینه، اما احترام تو خیلی مهم است. از او خاطر است زندگی مؤمن مکمل احترام و ادب است. چرا که اسلام دین ادب است، اسلام مکمل ادب است. هیچ وقت بی ادبی درست نیست.
از او خاطر علی وقتی که خواب دیده 2 نفر به یوسف علیه السلام تقدیم میکنه. قال احدهما، گفت یکی از یا اینی ارانی، ما میبینم خدا در خواب اعصر خمرا که من جوس جور میکنم، یعنی انگور شیرش میکشم. مراد از خمر اینجا شراب نیست، بلکه مطلق چیزایی که چیستا جور شدنی از میوه است. یا اگر شراب هم باشه، مردمای کافر بود به نزد از واخ شراب حلال بود، شراب خود شریعت پیغمبر علیه السلام حرام شد. و قال الاخر، گفت دومیش اینی ارانی، ما خود میبینم در خواب احمل فوق راسی که میوردارم بالای سری خود، خبزن نان تاکل الطیر منه که میخوره پرنده ها از زمین نان. نبئنا بتاویله، ما را خبر بده به تعبیری خوابای ما که چی تعبیری داره. زمینه را دید. دعوت کی مؤثر واقع میشه که یک کسی لا اقل ضرورت پیدا کنه، احتیاج پیدا کنه به سوی تو، اونجا باز گپای سرش تاثیر داره. یه دو ضرورت پیدا کرد. یوسف علیه السلام هم موقع برش برابر شد. اینه میگه از فرصت استفاده کردن. زود که شروع میکنه برش، انا نراک من المحسنین. این 2 نفر چی میگه؟ در بین زندان مردم زیاد است. یقینا ما تو را میبینی من المحسنین، از جمله کسایی هستی که همیشه قطع مخلوق احسان میکنی، نیکی میکنی، مردم قدر و خدمت میکنی. این همی گپا دلیل بالای عزیزته، دلیلی است که تو خدمت بزرگ میکنی. از او خاطر تعبیر خواب ما هم تو واری آدم باشه. از این آیت بر ما واضح میشه که انسان مراجعه به مردم نیک میکنه، همیشه هیچ وقت به مردم بد و متکبر رجوع نمیکنه. قال لا یاتیکما طعام ترزقانه، یوسف علیه السلام برای تعبیر خواب خود قبلا مقدمه گذاری میکنه، به خاطر که گپ یوسف علیه السلام در قلب از او قوی شوه، خصوصا گپ دعوتش در قلب از او بشینه. از اول این ثبوت میده که من شخصی هستم که خوراکی که در خانه از خانه براتون میاد، قبل از اینکه هیچ نوع وسیله وجود نداره که خبر باشه کدام نوع خوراک میاد، من براتون خبر میدم. اما این خبر دادنم دلیل کمال ذاتی من نیست، وحی الله متعال است بر من و الله مرا خبر میده. پس آن چیزی که من میگم راست است، چرا که من شخصی هستم که از طرف الله برام علم داده شده. پس سخنانم مستند به دلایل است، هوایی و خیالی نیست. علی میگه قال لا یاتیکما، گفت یوسف علیه السلام نمیه برایتان طعام خوراک ترزقانی که برایتان روزی داده میشه از طرف خانهایتان، الا نبأتکما، مگر شما را خبر میدم اردویتان به تاویله، به تفسیر یا به تعبیر همی چیتان، چیزی که نان برایتان میایه از امو خاطر من برایتان خبر میدم. از امو خاطر است که کدام چیزی که مخفی است الله متعال به پیغمبر خود خبر میده، مثل که در عام پیغمبران علیهم السلام الله متعال همین قسم خبر میداد تا که حالات بیان میکرد. زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از معراج پس گشت به مردم بیان کرد که من در آسمانا رفته بودم، مشرکین مکه سخت بعید دانستن، ها یا هویا شروع کردن. عجیب است، تالی را ما هرچی میگفتیم یک طرفی دروغی بزرگ دیگه از ایرا سایکو میگه در بیت المقدس نماز خواندیم، باز در آسمانا رفتیم، اینم در بعضی حصه شب. از همون خاطر الله متعال برای پیغمبر علیه السلام قافله قریش که روان بود از طرف مکه آمدنی بود، از طرف شام، او را در کدام جایی که بود الله برش منکشف کرد و پیغمبر میدید شترشان گم شده بود، خبر داد که اینی ساعت اینی شتر گم شده، اینی نفر پشت شتر میگرده در فلان جای قافله است. وقتی قافله رسید مشرکین مکه وقتی پرسان میکنه از کاروان مکمل مو قصه را میکنه، حیران مانده بودن. این به خاطر عزیزت که لا اقل یک نوع مقدمه گذاری شوه که در ذهن مردم این گپ پیدا شوه. یوسف علیه السلام هم به این خاطر که گپش یک کمی استحکام پیدا بکنه و اعتماد پیدا بکنه مقدمه گذاری کرد.